بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که در یکی دیگر از برنامه‌های سراب شبهات در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز و بزرگوارم، بحث ما پیرامون غزو فکری یا جنگ فکری هست و یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که امروز امت اسلام از آن به هر حال به سطوح آمده و شکلی از اشکال امت اسلامی را هدف قرار میده. مقدسات آنها را و اقتصاد آنها را، سیاست آنها را، تمام آنچه که از خوبی هایی که امت اسلام داره و مسلمان ها داره آنها را مورد هدف قرار میده. البته جنگ سرده، جنگ سرد و سلاحش هم سرده. و ما در برنامه گذشته اگر یادتان باشه پیرامون برخی از وسایل صحبت کردیم و گفتیم که هر جنگ نیاز به اسلحه داره، هر جنگ نیاز به ابزار و وسایل داره و این جنگ هم جنگ فکری و جنگ فرهنگی بر علیه امت اسلام یک سری اسلحه ها و یک سری وسایل و ابزاری داره که دشمن از آنها بر علیه امت اسلامی و برای اجرا ساختن این پروژه یعنی جنگ فکری تلاش میکنه و از آنها به کار میگیره و آنها را به عنوان سلاح بر علیه امت اسلام در حقیقت استفاده میکنه. برخی از مسائل را به خدمتتان عرض کردم، رسانه های غربی و دوگانگی و چندگانگی آنها و استعمار و نشر و پخش نشریه ها و کتاب ها و مجلات و بقیه مسائلی که به هر حال در مورد آنها صحبت شد و گفتیم که همه اینها متاسفانه خوبی هایی داره اگر به دست اهلش باشه، ولی مادامی که به دست یک عده افراد سودجو و افرادی که استفاده گرند و در حقیقت میخواهند که به نوعی از هر آب گلالودی برای خودشان ماهی بگیرند سوء استفاده کرده و بر علیه امت اسلام از اینها استفاده میکنند. من این حرف را به این واسطه گفتم بعضی ها متاسفانه با عرض تأسف به همان دیدگاه گنجشکی و دیدگاه سطحی که دارند، از بس که سطحی نگرند و از بس که تنگ نظرند و از بس که نگرششان یک نگرش کاملا بسته و منجمده، با عرض تأسف وقتی ما چون این حرفایی میزنیم میگن که شما مخالف هستید با رسانه، شما مخالف هستید با نشریه، شما مخالف هستید با این و آن، در حالی که خود ما هم با رسانه صحبت میکنیم. جالبه یعنی کسی مثلا به عنوان مثال ویدیوی من رو بگیره، این حرفای من رو پخش بکنه، بگه این به عنوان یک ملا یا به عنوان یک کسی که حرف از دین میزنه مخالف رسانه است و واقعا خنده‌آوره دیگه، نه؟ چون من خودم دارم از رسانه صحبت میکنم و پشت یک دوربین نشسته هستم و به هر حال تصویرم و صدایم برای دیگران میرسه. یک کس بیای چون این ادعای بکنه خیلی مضحکه و خیلی خنده آوره و من واقعا یعنی با برخی از این قضایا و چون این اتفاقاتی واقعا روبرو شدم و برای خودم شخصا رخ داده و تعجب کردم به عقل اون آدمی که به هر حال چون این طرز تفکری داره. و وقتی ما میگین که از رسانه باید درست استفاده بشه و رسانه هایی که بر علیه اسلام برنامه دارن اونها را زیر سوال میبرین، یک کس میگه شما مخالف رسانه هستید، شما مخالف رسانه های صوتی و تصویری و به هر حال نوشتاری و اینها هستید، در حالی که خود ما از اینها استفاده میکنیم و خود ما هم از همین طریق این حرفا را برای اینها میرسانیم، ولی به جای این که قبول بکنن متاسفانه یک شکلی خودشان را با ما قطب میسازن و دوست دارن که قضیه دو قطبی باشه و در برابر قرار بگیرن، چون بعضی ها مرض توهم دارن، یعنی دوست دارن که برای خودشان دشمن بتراشن. این واقعا یک مرضیه که در برخی افراد دیده میشه، یعنی دوست داره که برای خودش دشمن بتراشه. این که هدفش چیه؟ شاید همون مریضی درونی هست و یا هم غرضی داره از این کارش که برای خود دشمن بتراشه. به خصوص در این عصری که ما زندگی میکنیم در برخی از کشورها
ساختن کیس امنیتی برای خود یک متاسفانه یک قضیه عام شده در میان برخی ها. یعنی برای خودشان دشمن میتراشند، بله فلانی من رو تهدید کرد، فلانی به من چنین گفت، فلانی چنان کرد، فلانی بر علیه من حرف زد، در حالی که نفر اصلا هدفش این آدم نیست. خب به هر حال میایه و چنین وانمود میکنه که گویا بر علیه ای حرف زده شده و موقف بر علیه ای گرفته شده و انسان رو به یاد آیه قرآن میندازه که الله متعال سبحانه و تعالی در مورد منافقین میگه یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم. هر صدایی که بالا میشه فکر میکنن که در مورد اونهاست، یعنی هر صدایی که بلند میشه فکر میکنن که اینها را میکوبه و در مورد اینها حرف میزنه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها برخی از وسایلی بود و ابزارهایی بود که به خدمتتان عرض کردم و یکی دیگر از این ابزارها، اگرچه من در طول این برنامه سراب شبهات یک بار دیگر هم به این قضیه اشاره کردم، قضیه هدف قرار دادن علما و داعیان اسلام، داعیان حق اسلامی، اینها باید از دید مردم بیفتن. این یکی از وسایلی است که جنگ فکری به شدت روی این قضیه ترکیز داره و کار میکنه. نه اینکه اینها را از چهره مردم بیاندازه، باید اینها را در جامعه بدنام بسازه. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا میخواد علما و دعوتگران اسلامی را بدنام بسازه؟ دلیلش اینه که علما و دعوتگران مخلص، نمیگم اونهایی که به خاطر دنیا هستن و اونهایی که به خاطر اهداف دیگری دارن و اهدافشان اهداف الهی و خدایی نیست و فی الله و بالله کار نمی کنن، بلکه اهداف دیگری دارن که به هر حال همون اغراض خودشان را در قالب دین و به نام دین در واقع به کار میگیرن. اون بحث اونها جداست و اونها را کنار بگذارید. نه، منظور من داعیان مخلصیه و داعیانی که واقعا به خاطر الله متعال کار میکنن، ولا یخافون لومة لائم، و از هیچ ملامت هیچ ملامتگری هم نمی ترسن و فی الله و بالله در راه الله جهاد میکنن و جهاد زبان میکنن، جهاد قلم میکنن. اینها را باید در جامعه بدنام بسازن. البته بدنام سازی اینها یک سری به هر حال راهکارهایی داره، این گونه نیست که به راحتی بتونن اینها را بدنام بسازن. اما حرفم اینجا بود که چرا اینها را بدنام میسازن؟ چرا اینها را بدنام میسازن؟ دلیل اینه که داعیان حق، مردم دنبال حقن، دنبال کلام حق و کلام منطقن، یعنی مردم دنبال هر حرفی نمیرن. متوجه شدید؟ و قرآن عظیم و شان هم ما را این گونه میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. الله میگه بشارت بده بندگان من، آن کسانی که سخنها را میشنوند، حق کلام را میشنوند، حرف را میشنوند و بهترین آن را برمیگزینند. یعنی اسلام عزیز در واقع برای ما این گونه تربیت میده و یک انسان منصف و انسان عاقل و منطقی این گونه است. حرفا را میشنوه، بعد اینها را در کنار هم قرار میده و حق و باطل را از کنار هم میکشه بیرون. یعنی انسان منصف منظورم هست، نه انسانی که مغرض باشه و انسانی که دارای هدف باشه و انسانی که از یک کس کورکورانه، و ببخشید این حرف را میزنم، گوسفندوار از اون دفاع میکنه. چون گوسفندها شما میدانید یک عادت بدی دارن و بعضی ها این گونه هستن متاسفانه. من نمیگم اینها گوسفند هستند که تا کسی نگه توهین شد برای ما، نه، من منظورم اینه که بعضی ها عادتشان این عادته متاسفانه و این ضرب المثل عامه معروفه. گوسفندها عادت دارن که اگر یک گوسفند به یک جای رفت، جای بد بود خوب بود، همه میرن دنبالش. بعضی از مردم متاسفانه الله متعال از ما نمیخواد که این گونه باشیم. واضح میگه، صریح میگه بشارت بده، مژده بده بندگان من، آن کسانی که حرف را میشنون، کلام ها را میشنون و بهترین را آن را انتخاب میکنن. فیتبعون احسنه، بهترینش را انتخاب میکنن، زیباترین و نغزترین آن را انتخاب میکنن و دنبال روی میکنن. نه که انتخاب میکنن، بلکه یتبعون، متابعت میکنن و میرن دنبالش، پیروی میکنن از اون حرف. به هر صورت اینها میترسند از این قضیه که علما و دعوتگران واقعی اسلامی وقتی وارد میدان میشن، وقتی وارد میدان بشن، بازار اینها کساد میشه و اینها نمیتونن این پروژه ای را که شروع کردن، این پروژه را به اتمام برسانن. لذا این علما و دعوتگران حقانی و علما و دعوتگران حقیقی را
بزرگترین سد در راه خودشان محسوب میکنن و تلاش میکنن که به هر قسمی از اقسام که شده امت اسلامی را از دوربر اینها دور کنن و اینها را از امت اسلامی جدا بسازن. چون میدانید که وقتی امت اسلامی از اینها دور شد و اینها از امت جدا شدن و فاصله گرفتن، چیکار میشه؟ اینجاست که اینها میتونن به راحتی برنامه‌های خودشان را اجرا بکنن. لذا برای یک دعوتگر خیلی مهمه که این قضیه را بفهمه که تنها قضیه دور شدن مردم نیست، بلکه گاهی تلاش میکنن حتی از طرق مختلف که دعوتگر را از مردم جدا بسازن. دعوتگر را از مردم جدا بسازن. راه‌های مختلف داره، از راه‌های مختلف استفاده میکنن که لازم این قضایا را ما بفهمیم و درک بکنیم. مثلا نوع ناامیدی و یأس در این عالم و در این دعوتگر ترزیق میکنن و افراد فرستاده میشن به عنوان خیرخواه و برایش میگن که این دعوت تو فایده ای نداره، این دعوت تو به جایی نمیرسه، حرف تو را کسی گوش نمیکنه، مردم به حرف تو نمیکنن، مردم امروز گمراه شدن، مردم امروز فلان شدن، مردم این و آن شدن، تا اینکه این دعوتگر از دعوتش دلسرد بشه. ولی اگر دعوتگر مسلح با سلاح قرآن کریم باشه و مسلح با سلاح سنت نبوی باشه، این قضیه برایش حل میشه که وظیفه دعوتگر ارشاد و راهنمایی مردم هست، نه هدایت توفیق. هدایت توفیق متعلق به الله است. فقط دعوتگر وظیفش رساندن، این که کسی به حرفش میکنه، این که کسی به حرفش نمیکنه، این که مردم حرفش را گوش میکنن، این که نمیکنن، از تمام وسایل و ابزارها برای دعوت استفاده میکنه، این که کسی گوش میکنه یا نمیکنه اون به خودش متعلق میشه، اون به خودش مربوطه. به خاطر همینه که الله متعال سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را چی میگه؟ میگه ای پیامبر، ای پیامبر تو ناراحت نشو، خودت را ناراحت نگیر به خاطر گمراهی اینها، و ما علیک الا البلاغ، فقط آنچی که برای تو ای پیامبر هست تبلیغه. این که کسی گمراه میشه نمیشه، به جهنم میره نمیره، اون به خودش مربوطه. تو فقط ای پیامبر ابلاغ بکن، برسان دین الله را، دین الله را برسان. اما این که یک دعوتگر وقتی دعوت میکنه، این که کسی حرفش را گوش نمیکنه، این که کسی به حرفش عمل نمیکنه، ناامید بشه، این خلاف قرآنه و این خلاف روش پیامبره. لذا یک دعوتگر باید متوجه باشه و تلبیسات و تدلیسات ابالیس و ابلیس های که در حقیقت به لباس انسان در آمدن را بفهمه که اینها تدلیس شیطانی است، اینها تلبیس شیطانی است که باعث میشه او را از وظیفهش دور بکنه. چرا که عرض کردیم دوستان عزیزم، وظیفه دعوتگر هدایت توفیق نیست. الله از او در روز قیامت نمیپرسه که ای دعوتگر چرا فلانی هدایت نشد، بلکه میپرسه که چرا میفهمیدی به فلانی نگفتی. این که بعدن اون فلانی چیکار میکنه اون به خودش مربوطه. اون که هدایت میشه یا نمیشه، کدام راه را انتخاب میکنه، به خودش مربوط میشه. لذا دوستان عزیزم، این قضیه جدا کردن دعوتگران از مردم طرق مختلف داره و احیانا گاهی میشه که از طریق تطمیع. مثلا در برخی از کشورهای اسلامی یک دعوتگر فعال، یک دعوتگر کاملا بیدارگر تلاش میکنه به شدت. برایش میگن به جای اینکه تو میای مردم دعوت میکنی، برو در یک پانتون تدریس بکن، برو در یک دانشگاه تدریس بکن، برو فلان جا برو فلان جا برو. خلاص این که باید از جامعه این را جدا بکنه. مثلا یک عالم قبلا 10 درس تفسیر داشته برای خواهران، برای برادران، در مسجد، در هر جا، از طرق مختلف. این را مشغول میسازن به دنیا و این را مشغول میسازن به این که اینها مردم عوامن، اینها که نمیفهمن این حرفای تو را. برو در نزد محصلین برو عزیز من. بله در نزد محصلین برو، استفاده میکنن، ولی مردم عوام هم نیاز دارن. اون محصل حداقل سواد داره، میتونه بخونه، میتونه بنویسه، میتونی راه را برایش نشان بدی، خودش را بگذار که بره. ولی این عوام در هر لحظه به تو نیاز داره. این نوع جدا کردن دعوتگر و جدا کردن دعوتگر و عالم از مردمه. از مردم این را جدا میسازن.
و بعد از اون که جدا ساختن، خب شبکه ها و رسانه هایی که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم دست خودشانه، هر شبهه‌ای که در ذهن این جوان و در ذهن این نفر ترسیخ کردن اون هم خلاص بدون هیچ حرف و گفتی میپذیره و قبول میکنه، چون پادزهر نداره، آنتی ویروس نداره که آن را در جا حذف کنه، از بین ببره. یا بعضی ها آنتی ویروس در خودشان نصب میکنن، خیلی ضعیفه، آنتی ویروس کاملا قلابیه، یعنی فکر میکنه که از دین میفهمه، فکر میکنه که میفهمه و نمیدانه که نمیدانه. بعضی ها این گونه هستن، نمیدانه که نمیدانه، بعد خودش رو در معرض شبهات قرار میده، به جای این که شبهه‌ای را خواسته باشه پاسخ بده و بتونه در برابر شبهات ایستادگی بکنه، متاسفانه پای خودش میلغزه و میره به آن طرفی که نباید بره. لذا دوستان عزیزم، برادرانم و خواهرانم، دقت کنید روی این قضیه، به خصوص برادران دعوتگر ما، برادرانی که مخلصانه و فی الله و بالله در راه الله کار میکنن. دقت کنید روی این قضایا، نگذارید که دشمن شما را از مردم جدا بسازه. این فکرها را از ذهنتان خارج کنید، نگذارید شیطان بر شما غلبه بکنه که مردم به حرفتان نکرد، مردم شما را اذیت کرد، مردم شما را دشنام داد، مردم فلان کرد، لذا بیا رها کن، برو دنبال کارت، چی دیگه از این بیشتر چی میخوای؟ نه، این وظیفه هست که و مسئولیتی هست که انسان وقتی آن را به دوش خود میگذاره باید آن را قبول بکنه، دشنام ها را هم قبول کنه، تعریف ها را هم قبول کنه، سب و شتم را هم قبول بکنه، لط و به هر حال یعنی به هر ترتیب خلاصه باید همه چیز را قبول بکنه، همه مشکلات را باید تحمل بکنه و گاهی شاید حذف فیزیکیش باشه باید قبول بکنه. این گونه نیست که این مسئولیت بزرگ وقتی به دوش این گذاشته شد خلاص دیگه راحت باشه و مثل دیگه مردم زندگی بکنه و کسی برایش کار نداشته باشه. طبیعیه که افراد در برابرش ایستاد میشن، افراد در برابرش موقف میگیرن، افراد برایش سب و شتم میکنن، افرادی شاید قصد حذف فیزیکیش را بکنن. به هر صورت اینها مسائل دوستان عزیزم که یک دعوتگر باید اینها را بفهمه. قبل از این که قدم میگذاره در راه دعوت، چی برای خواهرانم میگم و چی برای برادرانم، چون من میبینم یعنی بعضی از برادران و خواهران ما یک مدتی به شدت دعوت میکنن. خب ماشاءالله مثلا چی در فضای مجازی باشه چی در فضای حقیقی به شدت دعوت میکنن، بعد از مدتی میبینی که نه، آهسته 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 کم میشه، کم شده میره، کاملا از بین میره. این که از بین میره باز خودش شروع میکنه و موقف گیری بر علیه دعوتگران دیگر. دقت کردید؟ لذا دوستان عزیزم متوجه تلبیسات و تدلیسات شیطانی باشید دعوتگران عزیز. اما قضیه دیگر که چگونه مردم را از علما و دعوتگران دور میکنن و دور میسازن و هدفشان را هم به خدمتتان عرض کردم، طرق مختلفی داره. بدنامسازی علما، مثلا من این را بارها به خدمتتان عرض کردم، هر انسانی ممکن الخطا هست و خطا میکنه. یک نفر به نام یک عالم، به نام یک کسی که به هر حال به نام عالم دین در یک گوشه از دنیا یک کار انجام میده، کار خلافی انجام میده، شروع میکند به تبلیغات بر علیه علما و بر علیه دعوتگران اسلامی و سب و شتم آنها و دور کردن مردم از آنها و تشویه ساختن و بدنام ساختن و بد کردن چهره های آنها در نزد مردم. به گونه‌ای وانمود میکنن برای مردم و به گونه‌ای به خورد مردم میدن که ای مردم، همه این کسانی که حرف دین میزنن مثل همین آدمی هستند که این خطا را انجام داد. اما وقتی در مقابل در مورد تخصصات دیگر، افراد دیگر چنین اتفاقی میفته، میگن نه، این قضیه شخصی خودش است. مثلا اگر یک طبیب، یک پزشک مرتکب گناهی بشه، میگن مشکل شخصی خودش هست. دکترها مردم محترمی هستند، پزشکان مردم محترمی هستند، اطباء مردم محترمی هستند. یک مهندس، انجینر مرتکب یک گناه میشه، مرتکب یک عمل شنیع میشه، میگن بله این عمل شخصی خودش هست و ربطی به دیگران نداره، مردم محترمی هستند، مردم خوبی هستند. اما در مورد علما و دعوتگران وقتی چنین اتفاقی میفته، نه، اون عمل شخصی نیست بلکه عمل عامه، یعنی عمل اون آدم را باید یک دعوتگر دیگر جواب بده. و این منطق خیلی طفلانه، خیلی کودکانه است. نه اینکه کودکانه، ببخشید این را میگم، خیلی احمقانه است. یعنی شما عمل کرده یک کسی دیگر را از کسی دیگر میپرسید، به خاطری که یک کس کاری انجام داده باید یک نفر دیگه پاسخ بده، باید یک نفر دیگه پاسخ بده. هر کس گناه خود را به هر حال میکشه، هر کس جوابگوی خودش هست.
حتی در قانون قوانین وضعی این موضوع مطرح میشه. گناه پدر از پسر پرسیده نمیشه، گناه پسر از پدر پرسیده نمیشه و قانونا حق ندارن که به هر حال محاکم به خاطر که جرمی که پسر کرده پدر را بکشن، پدر را زندانی بکنن. این قانونا منعه و در اسلام هم منعه. یک آدم از خود یک عمل داره، یک شخصیت داره، یک نفر دیگر از خود یک عمل داره، شخصیت داره. چرا به خاطر شخصیت او باید یک نفر دیگه شخصیتش ترور بشه؟ و این ترور شخصیته. یعنی میخوان که علما را ترور شخصیت بکنن، چهره‌های آنها را در نزد مردم بد بسازن و مردم حرف علما را گوش نکنن، حرف دعوتگران را گوش نکنن. یک آدم که به هر حال شکل و قیافه علما را برای خودش ساخته جادوگری میکنه و به نام تعویض و به نام دعا هزار فسق و فجور را انجام میده، به نام دین شکمش را پر میکنه، به نام دین جیب مردم را خالی میکنه، به نام دین، همه به نام دین. خب این عمل کرده این آدم، در حالی که دعوتگران دیگر همیشه بر علیه این آدم حرف میزنن، بر علیه شبیه این افراد حرف میزنن که این مردم متوجه باشید که اینها به نام دین از شما سوء استفاده میکنن. خب وقتی در منطق و در نگرش فرسوده افرادی که با علما مشکل دارن و مشکلشان با علما مشکل عقیدتی و فکری است و احیانا مشکلشان از روی نافهمی و جهلشان هست، وقتی که این قضیه را میبینن مستقیم شروع میکنن به حمله به سر علما. بله، همه ملاها و همه آخوندا و همه کسانی که حرف دین میزنن این گونه هستند و این واقعا، یعنی من چی بگم، خودتان قضاوت بکنید دوستان عزیزم. این منطق واقعا منطقه، یعنی اصلا نامش را منطق گذاشتن به نظر من جالب نیست. نام این طرز دیدگاه و نگرش فرسوده را منطق گذاشتن توهین است و دشنام است بر منطق. دوستان عزیزم بیدار باشید، برادرانم، خواهرانم. امروز رسانه های غربی و رسانه هایی که وابسته به غربن به شدت روی این قضیه کار میکنن، به شدت روی این قضیه کار میکنن. مانور دادن روی عملکرد فردی یک شخص و انداختن گناه او بر گردن همه اون قشر، این عملیه که متاسفانه امروز ما در رسانه های غربی و در رسانه های متعلق به غرب متاسفانه مشاهده میکنیم. به شدت روی این قضیه کار میکنن. حالا مثلا میگم برایتان، در افغانستان وقتی یک عمل یک آدم انجام میده به نام دین، همه علما متهم میشن از طریق رسانه ها. یا در ایران میایین دوستان عزیزم، در ایران آخونده های مکار رافضی که کاری جز تباه کردن ملت، اصلا امت اسلام و به خصوص ملت ایران نداشتند و ندارند و نخواهند داشت، عملکرد اونها میفته به گردن هر فردی که حرف از دین بزنه. یعنی من میبینم احیانا برخی از دین ستیزان ایرانی، ایران زمین، و برخی از افرادی که با آخونده ها مشکل دارن و مشکلشان من حق میدم برایشان که مشکل داشته باشن، اون دینی که اونها معرفی میکنن خب اسلام نیست حقیقتا، شکی در این نیست. خب این آدم میایه هر کسی که حرف از دین بزنه او را به همان دیدی میبینه که این آدم را میبینه، این آخوند را میبینه، این آخوند مکار را، این آخوندی که به نام دین از مردم سوء استفاده میکنه، به نام دین از ناموس مردم، به نام دین از پول مردم و تمام هدفش دنیاست و به نام دین و به نام اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده میکنه. خب باید ما این قضیه را بفهمیم دوستان عزیزم، تفاوت بگذاریم میان این افراد و میان افرادی که این گونه نیستن و این صفات زشت و رذیله را ندارن. آیا این منطقی است؟ آیا این درسته؟ این درسته که به خاطر عملکرد یک مردمی که خودشان را نسبت به دین میدن
نسبت میدن به دین، عملکرد اونها معیار قرار داده بشه، آیا از نظر عقلی چون این کار درسته؟ حالا از نظر دینی خب بدون شک و تردید دین اسلام ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کس بار گرانی کسی دیگر را بر نمیداره، هیچ کس گناه کسی دیگر را متحمل نمیشه. آیا از نظر عقلی این صحیحه؟ عقلهای بیدار کمی متوجه باشید، کمی فکر کنید و کمی بیاندیشید روی این قضیه. بیاندیشید که شما در کدام راه روان هستید، چیکار میکنید با خودتان، با عقلتان چیکار میکنید. بعد خودتان را صاحبان فکر و صاحبان اندیشه و صاحبان قلم و صاحبان منطق میدانید با این طرز تفکر، با این نگرش فرسوده؟ آیا این صحیحه؟ دوستان عزیزم، من نمیگم که همه افرادی که به هر حال بر علیه علما حرف میزنن اینها از طرف دشمنن، نه، متأثر از تبلیغات دشمنن. دشمن این برنامه را راه اندازی میکنه، ولی متاسفانه گد جوانان ما بدون هیچ مد نظر داشتن هیچ منطقی، بدون مد نظر داشتن هیچ معیاری شروع میکنن به حد که حرمت بر علیه علمای اسلام، بر علیه کسانی که حرف از دین بزنن. هر کس باشه، هر کس حرف از دین زد در جا متهم میشه، در جا به القاب زشت و القاب بد متاسفانه متهم میشه. و خیلی راحت به هر حال برای اینها که القاب زشت بدن برای علمای اسلامی و در طول تاریخ این اتفاق افتاده. در طول تاریخ این اتفاق افتاده. فکر نکنید که این قضیه جدیده. یعنی بدنام کردن علما قضیه جدیدی نیست. در طول تاریخ کسانی که خواستن از منفذ اسلام و چی خارج از اسلام بر علیه اسلام تاخت و تاز کنن، اولین کارشان یعنی میشه گفت که زدن علما و انداختن آنها از چشم مردم بوده. مردم باید نسبت به این قشر بدبین بشن. یک زمانی بود که برای علمای اهل سنت، برای ائمه بزرگوار مثل امام احمد رحمه الله، حشوی میگفتن، مجسمه میگفتن و مشبهه میگفتن که این آدم عقیده کفری داره نعوذ بالله در مورد شخصیتی مثل امام احمد رحمه الله. بعدن این نامها در طول تاریخ عوض میشه، مثل که امروز تاپه وهابیت یک تاپه است مثل همان تاپه‌ای که بر امام احمد، بر بقیه ائمه حدیث، بر ائمه فقه رحمهم الله زده شده. ناصبی و خارجی و حشوی و مشبهه و مجسمه و فلان و این حرفا یک فقط نام تغییر میکنه، اتهامات همان اتهاماته. چرا؟ به خاطر اینکه مردم نسبت به اینها بدبین بشن. مثلا خودش میه یک قضیه را مطرح میکنه، یا به تعبیر منطقی بگیم خودش صغرا میکنه، کبرا میکنه، نتیجه میگیره. متوجه شدید؟ یک نامی را میسازه، روی این نام مانور میده، بعد هر کسی را هم که خواست با آن لقب میده. هر کسی را که خواست بلا استثناء، هر کس مخالف عقیده و باورش بود ملقب میشه با آن چیزی که خود آن روی این قضیه آن را ساخته و آن را روی آن مانور داده و آن را بزرگ کرده و در نزد مردم یک حرف کلان ساخته. مثلا امروز گفتیم فتنه وهابیت، فتنه مارک و تاپه وهابیت. هر کس حرف از دین میزنه، حرف از قرآن میزنه، حرف از اسلام میزنه، حرف از سنت پیامبر میزنه، حرف از پیروی از ائمه هدا و ائمه بزرگوار میزنه و میگه که شما باید قرآن و سنت را بر اساس فهم سلف صالح این امت بگیرین. این وهابیه. و حتی گاهی اوقات دوستان عزیزم شاید باورتان نشه، یعنی خودشان هم همین افرادی که باز دیگران را متهم به وهابیت میکنن، اون گروه این گروه را متهم به وهابیت میکنه. یعنی خودش هم نمیفهمه. من شاید به خدمتتان این قضیه را عرض کردم روزی، یعنی خودم این را با چشم خودم دیدم دوستان عزیزم. یک کسی از کسی دیگه میپرسه که بهاوی ها چی کسانی هستن؟ من اونجا نشسته بودم. بهاوی ها. من گفتم که بهاوی چیه؟ گفت منظورش همان وهابیه. خب جان من عزیز من، تو اصلا نامش را بلد نیستی، چی برسه به این که تو از ماهیت یک فکر و اندیشه با خبر باشی. باز این که
از اون مدرسه فارغ بشه، از اونجا فارغ بشه، کتاب‌های کلان کلان خوانده، تا حالا نفهمیده که بهاوی، مردم بهاوی نمیگن، وهابی میگن. این آدم آمده میگه بهاوی. خب این بیچاره در ذهن خود فکر کرده که بهاوی، خلاص دیگه هر کس که خلاف اعتقاد و باورش گفت، اگر این جناب گفت که این ماست سیاه است، کسی آمد نه بابا جان ماست سفیده، نه این بهاویه. تا اینکه باز کسی بیه براش اصلاح کنه که نه عزیز من بهاوی نیه، وهابیه، باز اون وقت یاد میگیره، باز هر جا میگه وهابی وهابی وهابی. متاسفانه این گونه شده دوستان عزیزم. بدنام کردن علما، بدنام کردن دعوتگران اسلامی، این یکی از برنامه‌های دشمنه و کسانی که متأثر شدن از این نگرش فرسوده و کسانی که زیر تأثیر تبلیغات دشمن رفتن، چون همه را من متهم نمی کنم که اینها غربی هستن یا غربگرا هستن، نه، متاسفانه برخی ها نفهمیده وارد یک متاسفانه مهلکه میشن، وارد یک قضیه میشن که خودشان هم متوجه نیستن چی از دهانشان خارج میشه و چی تصمیم میگیرن و چی میگن. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، چون این قضیه مهم بود خواستم که بیشتر در موردش صحبت بکنم، چون این یکی از وسایل مهم و اساسی جنگ فکری هست. بدنام کردن علما، بد کردن چهره های آنها در نزد مردم، دور کردن مردم از دورشان و دور کردن دعوتگران از مردم، فاصله انداختن در میان دعوتگر و مردم. گاهی مردم سبب میشن، گاهی کوشش میکنن که خود دعوتگر سبب بشه. به هر صورت دوستان عزیزم اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم ان شاء الله بحثمون را ادامه میدیم و یکی دیگه از ابزار و وسایل جنگ فکری را به خدمتتان عرض خواهم کرد ان شاء الله.
برحبه تحلو الحياة. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، پیرامون وسایل جنگ فکری صحبت میکنیم. هر جنگ نیاز به اسلحه داره و این جنگ هم اسلحه ها و ابزاری داره. از جمله این ابزار دوستان عزیز و بزرگوارم، تمسخر نمودن مسلمانان هست و القاب بد دادن برای مسلمانان. اگرچه من درباره دعوتگران صحبت کردم و قضایایی به خدمتتان قبل از میان برنامه صحبت کردم و اشاره نمودم. متاسفانه به خاطر اینکه جوان مسلمان و فرد مسلمان نسبت به دین خود مشکوک بشه و نسبت به دین خود اندکی فاصله بگیره، اندکی نه بلکه کاملا ترک بکنه، آهسته آهسته ترک بکنه اسلام را. قضیه القاب دادن، القابهای زشت، القابهای توخالی، القابهای در ظاهر به هر حال کلمات خوب ولی در باطن کلمات بد و کلماتی که استفادهش نامناسبه، یعنی استفادهش اینجا نیست. دوستان عزیزم، متاسفانه امروز جوان مسلمان و فرد مسلمان و هر کسی که به دینش پایبند باشه متهم میشه به ارتجاع، یعنی واپسگرایی، عقب افتادگی. میگن که این فرد عقب افتادیه، این فرد مرتجعه، این فکرش و اندیشش فکره و اندیشه ارتجاعیه، یعنی آدمیه که در این عصر زندگی نمیکنه. یعنی مادامی که یک فرد مسلمان از دینش حرف میزنه متهم میشه به این که این مسلمان هنوز در یک قرن 1400 سال پیش زندگی میکنه. این گونه وانمود میکنن برای مسلمان و برای اهل اسلام و برای کسانی که حرف از دین میزنن که شما خیلی عقب افتاده هستید. این زمان اون زمان نیست. در حالی که شما فکر خودش را بخوانید، افکار پوچ و افکار گندیده وجود داره که برمیگرده به هزاران سال قبل و خودش یک آدم مرتجع، یک آدم واپسگرا و عقب افتاده. اما به خاطر اینکه خودش را از این دیدگاه خلاص بکنه طرح توطئه میکنه. یعنی قبل از اینکه مسلمان برایش بگه تو مرتجع هستی، مسلمان را متهم میکنه تو مرتجع هستی. و این هم یک ترفنده، این هم ترفنده. یعنی یک شخصی میبینه که فلانی دزدی کرده، قبل از اینکه او را متهم بکنه دزد، میگه دزد تو هستی. و این بیچاره بر خود میخوره که من میخواستم چی بگم، چی شد، حالا من دزدم یا این دزده. متاسفانه این طرز دیدگاه و این طرز نگرش درباره مسلمانان یک عده از جوانان مسلمان را متزلزل کرده. این القاب، واپسگرا، مرتجع، افراطی، تندرو، این افراطیه. چرا افراطیه؟ چون هر حرفی میزنه میگه که قرآن این گونه گفت، هر حرفی میزنه میگه پیامبر این گونه گفت. میخواه که مثل که پیامبر و مثل که الله خواسته زندگی کنه. میشه چی؟ مسلمان رادیکال، مسلمان افراطی. دقت کردید؟ لفظ رادیکال، لفظ افراطی و تندرو هم در اسلام مذمومه و هم در فکر انسانهای عاقل مذمومه، بده، بد پنداشته شده. اسلام دین اعتداله، اسلام دین میان روی است. همین اسلام خط اعتدال و میان روی را ترسیم کرده. یعنی مادامی که شما بر خط مستقیم روان باشید شما معتدل هستید. عمل به دین اعتداله، عمل به دین
میان روی است و تمسک، به این میگن تمسک، یعنی پیروی کردن از اسلام به معنای واقعی کلمه، آنگونه که الله میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانان با تمام و کمال به اسلام وارد بشید. خب این مسلمان میخواد به دینش عمل بکنه، برایش میگن افراطی. چرا افراطی؟ مگر شما مسلمان نیستید؟ اسلام برای این فرستاده شده که عمل بشه. اسلام برای شعار نیست، برای عمله. چرا یک مسلمان وقتی حرف از دین میزنه به اصول و فروع دین پایه بنده، برایش مسلمان رادیکال و مسلمان افراطی گفته میشه؟ میدانی چی استدلال میکنن؟ یکی از استدلالاتشان خیلی مضحکه، خیلی خنده آوره. میگه الله گفته لا اکراه فی الدین، جبر در دین نیست. لذا چرا شما جبر میکنید که آی مردم نماز بخوانید، آی مردم دزدی نکنید، آی مردم زنا نکنید، آی مردم این عمل از شنی را انجام ندید، آی مردم این کار نکنید حرامه، این کار نکنید حرامه، این کار بکنید حلاله و این کار درسته؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ الله در قرآن گفته لا اکراه فی الدین، مگر تو از الله بهتر میفهمی؟ دقت کردید؟ این استدلال همون مثل شخصیه که به هر حال او را سیل میخواد ببره، کوشش میکنه به هر خس و خاشاک دست بندازه تا خودش را نگه داره. این هم اول این طرز دیدگاه و طرز غلط و نگرش غیر اسلامی در ذهنش رشد و نمو میکنه، بعد میگرده دنبال استدلال تا استدلال برای خودش پیدا کنه. لا اکراه فی الدین، عزیز من، لا اکراه فی الدین چی ربطی به این قضیه داره؟ لا اکراه فی الدین معنای دیگری داره. لا اکراه فی الدین جبر و اکراهی در پذیرش دین نیست، نه اینکه در عمل به دین. یعنی چی؟ یعنی این که شما حق ندارید یک شخصی که کافر آن را به زور مسلمان کنید. قد تبین الرشد من الغی. ادامه آیه را بخوان. لا اکراه فی الدین، جبر در پذیرش دین نیست. به این معنا نیست که تو خودت را مسلمان بنامی به اسلام عمل نکنی. مگر در جای قرآن نمیبینی که ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن. مگر عمل صالح از ایمان جدا میشه؟ خب این آدم این طرز دیدگاه غلط و نگرش غلط را از این آیه قرآن اینگونه برداشت میکنه، اینگونه برداشت غلط میکنه، ولی آیات دیگر را ترک میکنه که الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانان با تمام و کمال به اسلام داخل بشید. یکی از معانیش با تمام و کمال به اسلام داخل بشید. اسلام سوپرمارکت نیست که وقتی وارد سوپرمارکت شدی این را انتخاب کن، این را انتخاب کن، این را انتخاب کن و بقیه را ترک بکن. نه، این گونه نیست. وقتی مسلمان شدی مثل که وارد یک کشور میشی و پاسپورت اون کشور و جواز سفر اون کشور را میگیری و وارد اون کشور شدی و یا تابعیت اون کشور را قبول کردی، باید به قوانینش پایبند باشی. وقتی توی مسلمان وارد اسلام میشی باید به قوانین اسلام پایبند باشی. تلک حدود الله، این حد و حدود و مرزها و قوانینی است که الله تعیین کرده. این کار بکن، این کار نکن. میگه این اکراه در دینه. عجب عجب. یعنی با این منطق، با این نگرش فرسوده و غلط، پیامبر را زیر سوال میبره. پیامبر را نعوذ بالله یک آدم رادیکال و آدم افراطی میخوانه. صحابه پیامبر همچنان، ائمه بزرگوار همچنان، و اسلام را اصلا یک دین رادیکال و دینی میدانه که دین افراطگراییه. یک مسلمان متأثر از فکرهای فرسوده و فکرهای پاشیده و مزمحلی که واقعا در طول تاریخ جز خرابکاری کار دیگری نداشته. ای مسلمان متوجه باش، این القاب
و این حرفه ها تو رو نفریبد. دینت را محکم بگیر. من تعجب میکنم، یعنی چند روز پیش یک ویدیویی دیدم جالب بود برای من، یعنی بخشی از اون را. یک آدمی آمده بود، یک آدم دائم الخمر، آدم که سر و کارش با شراب هست، آمده. میدونید چی گفته بود؟ خیلی برای من جالب بود. میگه شراب در قرآن ممنوع شده، حرام نشده. خب شما این آدم را میخواید چگونه بفهمانید؟ این آدم در نزد غربی ها و غربگرایان چیه؟ مسلمان معتدل. نه، این مسلمان معتدل نیست، این یک گمراه محضه. شراب در قرآن ممنوع هست، حرام نیست. خب شما دقت کنید، این یعنی چی میگه؟ این داره چی میگه؟ یعنی حرفش چیه؟ جوک میگن؟ نمیدونم والله اینا چی میگن. ممنوع هست، حرام نیست. خب به هر صورت دوستان عزیزم، منظور این که دینتان را محکم بگیرید و این حرفه ها را بگذارید کنار. اسلام از ما عمل میخواه. اسلام دین عمله. ما که عمل نکنیم و یا دیگران را به سوی دعوت به سوی عمل به اسلام فرا بخوانیم، گفته بشیم رادیکال. عزیز من، این را قرآن گفته، این را پیامبر گفته، این را پیامبر انجام داده صلی الله علیه و سلم. به عنوان تقرب الی الله انجام دادن صلی الله علیه و سلم و خاص به خودشان نبوده، بلکه بر عموم امت عمومیت داره. یعنی اینها رو رادیکال خواندن و در فکر و ذهن بعضی از مردم خواندن که بله این اسلام رادیکاله. چرا شما میگید عمل کنید؟ چرا شما میگید بگذارید مردم به خودشان برسن؟ لا اکراه فی الدین. استدلال کاملا فرسوده و استدلال کاملا بیجا. اینجا جایش نیست. لا اکراه فی الدین جایش اینجا نیست عزیز من. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، یکی از وسایل مهم و اساسی که جنگ فکری داره و از ابزاری که استفاده میکنه، لقب دادنهای نامناسب و زشت و لقبهایی که در حقیقت هیچ فرد نمیخواد اون لقب به اون لقب متهم بشه. اون القاب را برای مسلمانان و برای اهل ایمان و برای کسانی که اهل دینن و مردم را به سوی عمل به دین فرا میخوانند و به سوی عمل به اسلام فرا میخوانند زده میشه. بعضی از مسلمان ها به هر حال سست عنصرن و زود زیر تأثیر میرن. وقتی این حرفا را میشنوه خودش را کمی کم میکنه، در عمل به اسلام کوتاهی میکنه و احیانا به خاطر اینکه از این تهمت خلاص بشه، یعنی کسی برایش نگه که تو افراطی، کسی برایش نگه تو رادیکالی، گاهی اکت روشن فکری میکنه. یعنی شروع میکنه به نوعی به اتهام بندی به علما، دعوتگران، اتهام بندی به اسلام، زیر سوال بردن برخی از اصول و فروع اسلامی، تا این که اسلام ستیزان بگن که تو واقعا مسلمان حقیقی هستی، ای کاش مثل تو صدهای دیگر باشند. خوشحال میشه، اکت روشن فکری کرده. من روشن فکرم، یعنی با این حرف یکی از دانشمندان حرف خوبی زده بود که به هر حال بیدینی با عنوان نماد روشن فکری معرفی بشه و میشه. متاسفانه این گونه شده. یعنی هر چی که به دین بیشتر توهین بکنه، به اسلام بیشتر توهین بکنه، از اسلام بیشتر فاصله بگیره، در نزد دین ستیزان و در نزد کسانی که متأثر از دیدگاه غربی و دین ستیزی هستند، متاسفانه یک آدم کاملا معتدل و میان رو و مسلمان میان رو معرفی میشه. ای وای بر همچون مسلمانی، وای بر همچون مسلمانی. دینش رو ترک میکنه، قرآن رو ترک میکنه، سخن پیامبرش رو ترک میکنه، سخن صحابه رو ترک میکنه، همه اینها را متهم به رادیکال بودن میکنه، تا این که 4 تا اسلام ستیز و دین ستیز و کسانی که متأثر از غربن و چوچه های غربن از اون راضی بشن. این اسلام، این مسلمان بودن شماست؟ این مسلمان بودن شماست؟ میخواید چی را ثابت بکنید؟
میخواید ثابت کنید که اسلام دین بی بخار هست؟ اسلام دینیه که به هر حال حق و باطل در آن جمع میشه؟ نه، اسلام حق باطل را نمیپذیره. هر کس میخواد خوشش میخواد بدش بیه. من مسلمانم، عقیده و باور من برای من مهمه. توی دین ستیز و اسلام ستیز اگر جرأت داری بیا گفتگو بکن، اگر نداری هر حرفی میگی به خودت مربوطه. به خودت مربوطه. من چرا به خاطر حرف تو، به خاطر حرف 4 تا اسلام ستیز و افرادی که بی‌هویت هستند دینم را ترک بکنم؟ در دینم تزلزل به وجود بیه، در اعتقادات و باورم تزلزل به وجود بیه و از اسلام خودم را دور بکنم تا یک کس دیگه از من راضی بشه؟ عجیبه والله. انسان تعجب میکنه. حتی برخی از کسانی که نسبت داده به اهل علم میشن، نسبت داده به داعیان اسلام میشن، متاسفانه این مشکل را میبینیم. حدیث پیامبر را علنا انکار میکنه و یا یک توجیه غرب گرایانه از حدیث پیامبر به خورد شما میده که تعجب میکنید، حیران میمانید، تا این که 4 تا اسلام ستیز بگن آفرین، اسلام واقعی و اسلام معتدل تو هستی، تو مسلمان واقعی هستی. ای کاش 100 تای دیگر مثل تو می بودن، دنیا گل گلزار می شد. به به. یعنی دوستان عزیزم یک نکته را یادتان باشه، هیچ گاهی اون زبانی و اون دهنی که بر علیه اسلام تاخت و تاز میکنه، بر علیه پیامبر تاخت و تاز میکنه، بر علیه قرآن تاخت و تاز میکنه و اسلام را زیر سوال میبره، هیچگاه از این دهان تعریف نشید. دهانی که صحابه پیامبر را دشنام میده، دهانی که ام المؤمنین را دشنام میده، به والله قسم هر وقت اینها از شما تعریف کردن در ایمانتان تجدید نظر کنید. در ایمانتان تجدید نظر کنید. یک آدمی که حاضر میشه به پیامبر توهین میکنه، به اسلام توهین میکنه، به قرآن توهین میکنه، به مقدسات اسلامی توهین میکنه، میای از تو تعریف میکنه، یعنی چی؟ یعنی تو از پیامبر فهمیده تری؟ اگر این واقعا انسان منصفی می بود پیامبر تو را میپذیرفت. تو چی حرفی داری که قرآن را توهین میکنه، تو را تعریف میکنه؟ کدام حرف جدید داری تو؟ یعنی منطق تو و حکمت تو از پیامبر بهتر بوده که پیامبر را دشنام میده تو را تعریف میکنه؟ این یادتان باشه دوستان عزیزم، دهانی که از آن حد که حرمت به مقدسات اسلامی میشه، کوشش کنید که هیچگاه این دهان شما را تعریف نکنه. اگر تعریف کرد در خودتان مراجعه کنید، یا در شما نفاق وجود داره و یا ایمانتان متزلزله. خودتان را اصلاح کنید. زیرا گفتم دهانی که حاضر بشه به پیامبرم توهین کنه، به اسلامم توهین کنه، به قرآنم توهین کنه، بر علیه اسلامم 24 ساعت کار بکنه، بر علیه اسلامم حرف بزنه، بعد بیه من را تعریف بکنه، از من خوب بگه آفرین بر تو واقعا انسان واقعی و مسلمان واقعی هستی. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من به خاطر این حرفا را میگم که برخی از جوانان ما متاسفانه گاهی هوایی میشن، گاهی توهم اونها را بر میداره. خودتان را اصلاح کنید و متوجه عملکردتان باشید، متوجه دوستانتان، دشمنانتان باشید. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، این هم یکی از وسایل بود بدنام ساختن مسلمانان و القاب بد دادن برای مسلمان ها، تا ای که مسلمان احساس حقارت بکنه، احساس خوردی بکنه و در برابر باطل کرنش بکنه، و سرانجام اون را بپذیره و قبول بکنه، به عنوان یک حقیقت آن را قبول بکنه و بپذیره و حق و حقیقت در ذهنش و در نهانش و در وجودش یک شیء باطل تصور بشه. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، اجازه بدید که میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه برمیگردیم ان شاءالله. در خدمت شما عزیزان قرار خواهم داشت و تماس‌های عزیزان را خواهیم گرفت و عزیزانی که در فیسبوک با ما هستن ان شاءالله که کامنت هایشان را در اونجا خواهم خواند ان شاءالله. یک میان برنامه میبینیم و بعداً برمیگردیم.
با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم. دوستان عزیز و بزرگوارم، بعد از این میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما هستم و بحث ما پیرامون برخی از وسایل جنگ فکری بود. بدنام کردن چهره علما و القاب بد دادن برای مسلمان ها تا مسلمان احساس حقارت و خردی در وجود خودش بکنه. دوستان عزیز و بزرگوارم، حالا تماس ها آزاد هست و عزیزان میتونن که به صورت زنده و مستقیم با ما در این شماره که زیر نویس شده در تماس بشن و ان شاء الله که تماس های عزیزان رو خواهیم شنید و خواهش میکنم از دوستانی که تماس میگیرن روی موضوع صحبت بکنن و موضوعیت برنامه را احترام بگذارید. یکی از آداب تماس گرفتن در برنامه ها اینه که انسان موضوعیت برنامه را حفظ بکنه و مثل اینه که مثلا دو نفر با هم دیگر حرفهای دیگه میزنن، یک آدم یک بار جمله معترضه بگه، این شبیه همان جمله معترضه و جمله بی ربطی است که به ما قبل و ما بعد هیچ ربطی نداره. خواهش میکنم که از جمله این مسائل را دوستان عزیزی که تماس میگیرن توجه بکنن. آن مباحثی که در برنامه مطرح میشه از آن مباحث صحبت بکنن و حرف بزنن. به نظر من این قضایا بسیار مهمه. به هر حال گاهی وسایل و ابزار و اسلحه هایی که در جنگ فکری به کار گرفته میشه از یک کشور تا کشور دیگر، از یک منطقه تا منطقه دیگر، از یک زمان تا زمان دیگر مختلف، متفاوت. دشمن در هر جا از یک وسیله استفاده میکنه. این وسایلی که من میگم اینها تقریبا عمومیت داره، ولی برخی وسایلی هست که خاص در یک منطقه هست، خاصه در یک سرزمینه، ولی در سرزمین دیگر این خصوصیت نیست. لذا خواهش میکنم که تماس بگیرید در آن جایی که شما زندگی میکنید، در فکرتان و در اندیشهتان آنچه میگذره در موردش صحبت کنید و من انشاءالله حرفایتان رو خواهم شنید. اولین تماس را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر بزرگوارم، بفرمایید. سلام به شما و جمله بینندگان شبکه جهانی 24 ساعت فارسی. سلامت باشید. برنامه دا بسیار جالب است. الحمدلله ما می‌آموزیم. الله بزرگ شما را صبر جمیل، استقامت و پایداری فراوان نصیب بگردانه. واقعا که این موضوع برنامه دا بسیار جالب است. متاسفانه بدبختانه افغانای ما 80% همین نظر دارند. وقتی که سر اسلام میشه، اسلام ستیزی و دین ستیزی و چیزا در افغانستان با خصوصا در شبکه ما بسیار زیاد هستند و با خصوص برنامه سازا در غرب هستند، تلویزیون‌های شخصی دارند و همین برنامه سازا باور به خدا کنه که میگذارن بسیار با آزادی کامل میگذارن که دین توهین کنن، اسلام توهین کنن، قرآن توهین کنن و وقتی که خود از رو تعریف انجید میکنن با دل خوش و خوشبخت میشن، افتخار میکنن و کسی که باز که پرسان که چرا به از اسلام از مقدسات دفاع نمیکنی، از دین خود دفاع نمیکنی؟ چطور؟ باز میگم والله که هر راست آزادی هر کس میتونه همون نظریات خود بیان کنه. حالا دین ما را توهین کرد، عقیده ما را توهین کرد، یعنی ما در هیچ کشوری این بیادب و گستاخ ندید. چنانچه که افغان‌ها هستند یک تعداد زیادش و یک تعداد ایرانی‌ها هستند و متاسفانه بدبختانه افغان‌ها اکثریت از این ایرانی‌های گستاخ و مجوسی و آتش پرست و زبان پرست اسلام ستیز و بعض روافض گستاخ، روافضی که به صحابه دشنام میگه، به مادران مومنین توهین میکنه و ابوبکر و عمر و حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها توهین تحقیر میکنه. متاسفانه بدبختانه بازنی روافض هم با دنبال این کار میکنن، عمل از یار تکرار میکنن و بدبختانه در هیچ کشور پاکستانی 200 نفوذ داره. باور به خدا کنید یک نفری این بیادب و گستاخ نیست، در مقابل اسلام بیادبی نمیکنه، در مقابل مقدسات ما گستاخی نمیکنن. و اینمی افغانا من نمیفهم که افغانا چطوری اینقدر بنیاد سست و ضعیف در افغانستان اسلام گذاشته شده و
خصوصا در 40 سال 50 سال بسیار تغییرات بسیار زیاد آمده و تشکر. خوشبختانه یک تعداد زیاد جوانان الحمدلله به طرف توحید و به طرف یکتاپرستی و به طرف علم و معرفت به طرف قرآن و سنت مردم راهنمایی و تشویق و ترغیب میکنند و باز هم یک تعداد مسلمانان ما داریم به اسلام به اصطلاح محققین هم داریم که امروز به نام تفکر معاصر و فقه معاصر و بعضی مردم ها گمراه میکنند و بعضی مردم ها احادیث ضعیفه بعد از دو به اصطلاح تصدیق میکنند که این احادیث هیچ چیز گفته شده که در غرب باید شما خانه به سود بگیرید. اگر مثال قرضاوی فتوا داد که یک خانه ضرورت است، اگر وقت بسیار اشد ضرورت باشه باید شما بگیرید. امروز بعضی افغانا از 6 خانه و 10 خانه اضافه شده که بعضی خانه خریداری کردن یا همه سود است و این متاسفانه قرضاوی دوباره همین فتوای خود گرفت پشیمان شد. تشکر از شما برادر بزرگوار. تقلید بسیار زیاد است و بازم از پروردگار عالمیان میخوایم که شما را از این روشنی و از روشنگری و دعوت شما که الحمدلله ما میاموزیم جوانان ما میاموزند و مردم جوانان به طرف راست رای مستقیم هدایت میشن و یک تعداد متاسفانه پیرکی های عالم نما داریم که مردم برعکس به طرف گمراهی و بیراهی میکشانند. و بازم شما یک جان تشکر. شما را خداوند صبر و استقامت پایداری نصیب بگرداند، اجر دارین و شما نصیب بگردان، از عالم دور رویتان میرسم. سلامت باشید. جزاکم الله خیرا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ولی این قضیه به هر حال به شکلی که شما هم اشاره کردید بعضی همه نه، چی در ملت ایران چی در ملت افغانستان الحمدلله افرادی هستند، جوانانی هستند که واقعا باعث خوشحالی هستند و چشم انسان با دیدن اونها و با حرفایشان روشن میشه واقعا و انسان خوشحال میشه. حتی برخی از جوانانی که اینها در کشورهای اروپایی رفتن، چی از خواهران و چی از برادران، باور کنید من میشناسم احساس حقارت میکنم پیششان. وقتی میبینم غبطه میخورم برایشان از دعوتشان، ماشاءالله از قوتشان، از قوت استدلالشان، از استقامتشان در راه دین. واقعا انسان تعجب میکنه و این همان قدرت و شوکت اسلام عزیز هست. به هر حال در هر جا، در هر به هر حال جنگلی خوب و بد خودش را داره، در هر منطقه هم خوب و بد خودش را داره. تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم استاد فاتح، خسته نباشید قربان. خوبی؟ علیکم السلام، سلامت باشید. از کجا در تماس شدید و نام شما؟ من احمد آقا هم دارم که انشالله حالشون خوب باشه. استاد فاتح، تمام فرمایشات شما صحیح و متین است، فرمایشات تمام درسته. درباره وهابیت که صحبت کردی، الان نگاه کن آقا یه کاری میکنن که هست میگه آقا طرف وهابیه. حالا البته خودمون تا حدودی شبکه‌های توحیدی همونطور که برنامه گذاشته بودن برای امامت، باید برای وهابیت که اینا میگن هم برنامه بذاریم، نه یک روز، نه 2 روز، نه 3 روز، هفته باید بذاریم که مردم آگاهی پیدا بکنن که اصلا وهابیت چیه. این خود محمد عبدالوهاب که تابع مذهب اهل‌سنت بودن، ایشون باید براشون واضح بشن. بعضیا نمیدونن استاد، کتاباش بیارید توضیح براشون بدید تا مردم اصلا بفهمن که وهابیت یعنی چیه، محمد بن عبدالوهاب کی بوده، متوجه هستی یا نه؟ این اگه شما لطف کنید برنامه بذارین، یعنی 1 روز 2 روز نمیشه استاد. همینطور که الان شبکه به صورت کلمه، شبکه شما، شبکه دیگر، شبکه وصال حق قبلا گذاشته بود درباره امامت، الان مردم خیلی آگاهی پیدا کردن. خودمون یه خورده به صورت گیر می‌جنبیم، باید حتما این کارو انجام بدیم ان شاءالله که مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنن. خیلی ازتون سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید، سلامت باشید. جزاکم الله خیرا. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید. از کجا در تماس شدید و اسمتون؟ من از بلژیک زنگ میزنم. نامتون؟ خواستم تشکر کنم از برنامه شما. من محمد هستم. بله محمد عزیز، آقا محمد عزیز بفرمایید. و همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی اینکه قوم یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند مگر اینکه پیروی از اونا کنیم. اما به نظر من دشمنانی هستند که متاسفانه بدتر از یهود و نصارا هستند و همون کسانی هستند که به نام دین ضربه میزنن به دین. متاسفانه میبینیم که کسانی از به نام شیعه ادعا میگه که ما شیعان علی هستیم، ولی اینا چنان ضربه هایی به اسلام میزنن
که خود دشمن هم نتونه این کارو بکنه. حتی پیدایش این گروه های تروریستی مثل داعش، من فکر خیلی دست داشتن. اونها باعث شدن که اینجور احزابی به وجود بیان و این بهترین هدیه بود برای دشمنان اسلام. صحیح. میبینیم که الان من خودم کرد هستم، ولی میبینیم که الان چقدر افغانستان داره دخالت میکنه ایران. تمام فکر و ذکرش، تمام سیاستش اینه که مردم را به راه نادرست، به راه شیعه هدایت کنه. به ناموس پیامبر پشت بدن، به صحابه رسول پشت بدن. این تنها چیزی که اونا میخوان و به نظر من اینها خیلی بدتر دشمن دارن عمل میکنن. من حدیث دیدم، حالا نمیدونم درست یا نه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد یا علی نترس از دشمنان اسلام، بلکه از اون کسانی بترس که ادعای اسلامی میکنن. حالا من نمیدونم این حدیث من نشدیدم، حالا منم مطمئن نیستم ببینم. یعنی اون کسانی که ادعای اسلام میکنن و فکر میکنن داره برای اینها بدتر از دشمن عمل میکنن. شما عملکرد اینا در افغانستان ببینید، در عراق ببینید، در کشورهای دیگه ببینید، به غیر از خرابی، به غیر از اینکه مردم را به گمراهی کشیدن چیکار میکنن؟ مردم بایستی هوشیار باشند، خیلی بایستی هوشیار باشند. تشکر از شما برادر بزرگ. بله. تشکر از شما، سلامت باشید. موفق باشید. خیلی ممنون. سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. تشکر از شما برادر بزرگوارم. و حرفایتان متین هست و حقیقتیه که همیشه در طول قرنها، به هر حال از زمانی که اسلام به وجود آمده و اسلام عزیز پا به عرصه ظهور گذاشته تا به امروز، ضرباتی که منافقین به نام اسلام بر اسلام وارد کردن، دشمنان حقیقی نتانستند و همیشه دشمنان حقیقی و واقعی مسلمان ها و آنهایی که یعنی رو در رو با مسلمان ها می جنگند، همیشه از اینها استفاده کردن. اینها بیچاره ها ابزارن و سوء استفاده میکنن از اینها و امروز حکومت صفوی و آخوندی وسیله است از دست غربی ها برای خراب کردن کشورهای اسلامی، برای نابود کردن اقتصاد مسلمان ها و قدرت و شوکت مسلمان ها. و هر جایی که کشور پرقدرتی ببینن که به نام مسلمان هست، توسط این روافض و توسط این افرادی که حقیقتاً خودشان را منتسب به اسلام میکنن، خراب میکنن و تخریب میکنن و جز تخریب و کشت و کشتار و قتل و خرابکاری کار دیگری به جهان به ارمغان نیاوردن و نمیآورن متاسفانه. خب به هر صورت دوستان عزیزم، اجازه بدید که من سری بزنم در فیسبوک و یکی آقای بایزید جان گفتن که سلام، موضوع چیست؟ من موضوع رو خب به هر حال صحبت کردم، شاید پیام شما خیلی وقت بوده. آقای محمد وهاب علیکم السلام. آقای احمد خراسانی گفتن مولوی صاحب ملا کور مغز، شب یلدای شما بخیر. اولا عزیزم من، شما کمی نوشتاریتان را، آقای خراسانی، احمد خراسانی، کمی نوشتارتان را درست کنید، املایتان را درست کنید. مغز با داد نوشته نمیشه، مغز با ز نوشته میشه. بعد از آن هم عزیزم من، ببین شما مشکل شماها و امثال شما اینه که یک جشن را، جشن زرتشتی که سابقه قبل از میلاد داشته، یک جشن مقدس و دینی که در میان زرتشتیان بوده و در این شب آتش روشن می‌کردند و به خاطر اهریمن و به خاطر از بین بردن اهریمن و خیلی دیگه از مسائلی که شما در تاریخچه این شب مطالعه بکنید این قضایا را میفهمید. خب من چی بگم برایتان؟ شما ضد میکنید. یعنی متاسفانه برخی از جوانان افغان زمین ما امروزه با عرض تأسف به خاطر همان نجات پرستی و قوم پرستی که دارن و یعنی دوست دارن که همان اندیشه ها و باورهای زرتشتی دوباره در افغانستان بازگرده. یعنی بدون اینکه بفهمه و مسلمان هم هست، ادعای مسلمانی میکنه، اسمش احمد، محمود، عبدالله، عبدالرحمن، نمیدانم فلانی، اسمش هم نام مسلمانه و پدر و مادرش هم مسلمانه، دوست داره که دین زرتشتی باز کرده و به همین واسطه به شدت از عادات و از رسومات مقدس و دینی زرتشتی ها دفاع میکنه. چی بگم برایتان؟ حرفی برای گفتن نمیگذارید. خب به هر صورت
تشکر از آقای اغلو. آقای عرفان تشکر از شما. گفته که آقای عرفان گفته که خب اون اعتقاد شخصیتش هست، به کسی مربوط نیست. نمیدانم کی را میگید، چی را میگید، از کجا حرف میزنید. به هر حال دوستان عزیز یک تماس دیگه میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید خواهر بزرگوارم. الو، من فارسی صحبت میکنم. بله منم فارسی صحبت میکنم، بفرمایید. فارسی صحبت کنه؟ بله ما هم فارسی صحبت میکنیم، بفرمایید. فارسی. همون کانال 24 هستی؟ کانال 24 فارسی. بله فارسی 24. بله فارسی 24 بفرمایید. کانال 24. الان این آقا دارن صحبت میکنم. من دیروز که این کانال رو پیدا کردم مرید این کانال شدم. خب دلیلش چرا؟ بله؟ چرا مرید این کانال شدید؟ برای اینکه احساس کردم که تسنن گفتاراشون به حقیقت خیلی نزدیکتر از شیعه است. الان دارم حس میکنم، یعنی مدتی کتاب‌های خوندم از تسنن، از علمایی که نوشتن، ولی الان دیگه خیلی باورم شد. دلم میخواد که راجع به ایران یه خود اونایی که اینقدر مسلمونن و اینقدر دین محمدی رو آوردن صحبت کنید. خب همین خواستم یه خود روشن بشن ایرانی ها. بسیار خوب، تشکر از شما، تشکر، لطف کردین، تشکر از شما، خیلی ممنونم. سلامت باشید. خدا. تشکر از شما. من اگر سوالتان را دقیق فهمیده باشم، بله اسلام عزیز زمان وارد ایران شد که حقیقتاً ملت ایران در یک رنج و مصیبتی گرفتار بود از دست هخامنشی‌ها و ساسانیان و یک خانواده قدرتمند و که جز تباهی و بربادی برای ملت بیچاره نداشتن و ملت را به بردگی گرفته بودند. اسلام آمد و اینها را از این حالت نجات داد و اسلام آمد آنها را از بردگی بندگان و بردگی غیر الله اونها را نجات داد و اونها را به سوی بندگی و به سوی بردگی الله متعال سبحانه و تعالی فرا خواند و لقب آزاده برایشان داد و برایشان عزت داد و برایشان مکنت داد و امروزه که سرزمین فارس نام والای در جهان داره و به خصوص در جهان اسلام و این نام را بعد از اسلام به دست آورد. بعد از اسلام به دست آورد. علما، شعرا، فقها، محدثین، مفسرین، خیلی از بزرگانی که از این سرزمین بزرگ و سرزمین در واقع عالم خیز و بزرگ خیز به وجود آمدن و این همه افتخاراتی است که اینها بعد از اسلام برایشان داده شد و اسلام عزیز برایشان لقب آزاده داد و اونها را مستقل کرد، برخلاف آنچه که قبل از آن بودند به عنوان بردگان حکومت و نظام، مثل که امروز نظامی که فعلا تصور کنید هخامنشی‌ها و ساسانیان مثل حکومت آخوندی امروزه، یعنی افراد خاصی هر کار دلشان میخواست میکردن و ملت بیچاره را به بردگی گرفته بودند، ولی اسلام عزیز آمد اینها را از این بردگی نجات داد و این وضعیت را از آنها دور کرد، برخلاف اون تصور که اسلام با شمشیر وارد شد و اسلام فلان کرد و این و آن کرد و که این در حقیقت من این را توهین میدانم به ملت ایران، توهین میدانم به فارس‌ها صورت کلی. توهینه. یعنی چی؟ یعنی شما پدران و اجدادتان را میگید که اینها به زور شمشیر مسلمان شدن و بعد از آن همین اسلام را ادامه دادن؟ یعنی چی؟ خب بعدن که زور شمشیر برداشته شد به همان حالت خود باقی ماندن؟ توهین میکنید به پدرانتان، به اجدادتان، اونها را افراد ترسو و افراد فرومایه معرفی میکنید. یعنی این قدر ترسو و فرومایه بودن که از ترس شمشیر قلباً ایمان آوردن و بعداً خدمات شایان را به اسلام عرضه کردن؟ نه، کمی تاریخ را مطالعه کنید. قبل از اسلام تاریخ هخامنشی‌ها و تاریخ ساسانیان را مطالعه کنید، میفهمید، متوجه میشید. مشکل اینه که بعضی‌ها، این قول یکی از بزرگانه، شخصی که جاهلیت را نشناسه اسلام را درست درک نمیکنه، نسبت داده میشه به عمر فاروق رضی الله عنه.
شخصی که جاهلیت را نفهمه اسلام را درست درک نمیکنه. شما قبل از اسلام را مطالعه کنید، بعد وارد اسلام بشید، وارد تاریخ اسلام بشید. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اسلام عزیز وارد سرزمین فارس به خصوص ایران شد برای این که قدرت طلبان و کسانی که به دنبال قدرت بودند، کسانی که مردم را به بردگی گرفته بودند، شر اینها را از سر مردم خلاص بکنه و مردم را به سوی بندگی الله و به سوی آزادی و به سوی استقلال و به سوی باز کردن افکار و اندیشه ها اونها را فرا خواند و اونها را سوق داد. و بعداً میبینیم که چه افتخارات بزرگی از این سرزمین برای اسلام و خدمات شایانی برای اسلام و برای بشر در واقع اتفاق افتاد و صورت گرفت. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من فکر میکنم که کفایت بکنه این خواهر ما. و به هر حال ما همیشه توصیه ما برای همه اینه که حرفا را بشنوید، حرفا را بشنوید. میتونید خودتان میان حق و باطل، انسانی که عاقل باشه، انسانی که هوشیار باشه، میتونه میان حق و باطل به هر حال تفاوت بگذاره و بفهمه که این حق و این باطله. از طرز استدلال، از طرز گفتار، حقیقت از زبان چی کس خارج میشه و باطل از زبان چی کس جاری میشه. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من تشکر میکنم از تمام شما عزیزان و بزرگواران و به هر حال از اینکه حوصله‌مندی به خرج دادید و لحظاتی با ما بودید و الله سبحانه و تعالی در میزان حسنات شما بگذاره و ان شاء الله که ما را همیشه طالب حق داشته باشه و گوینده حق داشته باشه و جز حق از زبان ما خارج نشه و الله توفیق بده که شما هم جز حق کلام دیگری را نپذیرید و قبول نکنید. تشکری میکنم از همه شما عزیزان و سروران گرامی و تشکری ویژه و خاص از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و فرید جان و بقیه عزیزانی که با ما به طوری همکار بودن. الله متعال در میزان حسنات همه عزیزان بگذاره و همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا برنامه بعد که باز هم در موضوع جنگ فکری در خدمت شما قرار خواهم گرفت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من شما باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.